ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 20. ровӣ ализода абдурашид хуҷамқул. боби 5. манфиятҳои миллӣ ва сиёсати хориҷӣ, мақоми тоҷикистон дар ҷаҳони муосир. جمهوری تاجیکستان در آغاز استقلالیت دولتی برای براهماندن سیاست خارجی فعال در اختیار خود هیچ گونه نهاد و دستگاه کارشایم و بنیاد ضروری مادی و تکنیکی نداشت. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان همچون نهاد تطبیق کننده سیاست خارجی فقط به طور رمزی وجود داشته، نه از نظر هیئت راهبری اداری و نه از نظر مضمون و صفت نسل دیپلمات‌های ملی هنوز شکل نگرفته بود. تاجیکستان همچون عضو اتحاد شوروی از ساختار، زیر ساختارها و امتیازهای بزرگ دستگاه سیاست خارجی اتحاد شوروی قریب هیچ سهمی به دست نآورد. در چنین شرایط ما مجبور شدیم که با برگزاری چند آزمون وسیع اساساً از میان ترجمانها و دانندگان زبانهای خارجی اولین دیپلمات‌های خود را انتخاب نماییم. برای براهماندن سیاست خارجی از نگاه مادی نیز مشکلات پیش آمده بود. از یک سو سیاست خارجی ساحه بسیار پرخرج بوده، از طرف دیگر خزینه دولت در آن وقت کاملا خالی بود. در حالی که بعضی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل توانستند در مدت کوتاه با استفاده امکانیت‌های بزرگ مادی و فنی دستگاه کاری و محتوای سیاست خارجی خود را به وجود آورند، تاجیکستان در این سمت نیز از امکانیت‌های بسیار ناچیز برخوردار بود. همینطور اگر این چند نکته را کنار هم گذاریم، می‌بینیم که سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در آغاز استقلالیت دولتی به مشکلات سخت روبرو گردیده بود. محض مقایسه عادلانه نقطه آغاز سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان با وضع امروزه آن، بزرگی راهی طی شده و ماهیت دستاوردهای این سیاست را در زمان استقلالیت دولتی نشان می‌دهند. برقرار نمودن روابط خارجی و شناسانیدن جمهوری تاجیکستان همچون کشور مستقل یکی از مهمترین و در عین حال مشکلترین بخش‌های دولتسازی و سیاست خارجی در سالهای اولی استقلالیت دولتی بود. در سنه 29 سپتامبر سال 1993 در نخستین سخنرانی خود به حیث سرور دولت صاحب استقلال تاجیکان از منبر سازمان ملل متحد نقشه‌های بنیادکارانه، هدف‌های صلح‌جویانه و عزم و نیت‌های نیک دولت تازه استقلال جمهوری تاجیکستان را همچون سوبیکت مستقل رابطه‌های بین المللی به تمام اعضای جامعه جهانی معرفی نمودیم. آن روز در تاریخ معاصر سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان روزی واقعاً مهم به شمار می رود. رویداد مذکور از لحاظ مضمون و غایه و جنبه‌های سیاسی
نه فقط برای کارمندان دیپلماتی کشور بلکه برای دولت صاحب استقلالمان اهمیت تاریخی داشت. بعدها به همین خاطر روز 29 سپتامبر را در کشور همچون روز کارمندان خدمت دیپلماتی اعلان نمودیم. در سرگه سیاست خارجی خود، جمهوری تاجیکستان با اعتراف کردن اسناد رابطه‌های بین المللی از جمله آیین‌نامه سازمان ملل متحد، سند خاتموی هلسینکی، بیانیه پاریس و دیگر سندها زیربنای سیاست داخلی و خارجی خود را بنیاد نموده اعلام کرد که انسان و حفظ حقوق و آزادی‌های آن را صرف نظر از منسوبیت ملی، مذهبی، نژادی و جنسی ارزش عالی می‌شمارد. با وجود آوردن دستگاه مکمل و کارشایم تطبیق سیاست خارجی نیز یکی از وظیفه‌های اساسی ما در این سمت بود. اگر در دوران پیش از استقلال تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون اداره دولتی سابقه معینی داشته باشد، در عرصه سیاست خارجی دارای چنین تجربه نبود. وزارت کارهای خارجی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با نام وجود داشت و تنها بعضی مسئله‌های تشریفاتی و نمایندگی را به اجرا می رسانید. در شرایط صاحب استقلالی، ساختار وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و دایره فعالیت آن چون مقام اداره دولتی به طور نظررس تغییر یافت. در رابطه با این اشاره به یک دلیل کافی است که هیئت کارمندان آن از 11 نفر دوره پیش از استقلال به زیاده از 300 نفر رسید. عین زمان بیش از 30 نمایندگی دیپلماتی ما در خارج کشور در جاده حمایه حقوق و منفعت‌های شهروندان و در مجموع دایر به حفظ منفعت‌های ملی دولت تاجیکستان همه روزه تلاش می‌ورزند. هدف اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان حفظ منفعت‌های استراتژیکی کشور در عرصه بین المللی بوده، آن از طریق فراهم آوردن شرایط مساعد بیرونی برای رشد استواری همه‌جانبه مملکت، مساعدت به تحکیم بیش از پیش پایه‌های استقلالیت و صاحب اختیاری دولتی تاجیکستان و کوشش‌های پیگیرانه برای دریافت رضایت و منفعت‌های متقابله با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین المللی در جریان اجرای وظیفه‌های اولویتناک سیاست خارجی کشور عملی می‌گردد. جهت نائل شدن به این هدفها ما سیاست خارجی مستقل بسیار سمته و سیاست درهای گشاده را که به طلبات منفعت‌های عالی دولتی و ملی جوابگو بوده، هدف براهماندن مناسبت‌های دوستانه و متقابلا سودمند را با کشورهای گوناگون عالم پیگیری می‌کند پیش گرفتیم. در مرحله کنونی پرینسیپ‌های اساسی و عنعنه‌های سیاست خارجی ما به حل مسئله‌های افضلیتناک رشد کشور از جمله تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی، تقویت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روانه شده است. در این مدت سیاست درهای گشاده همچون فرهنگ همزیستی با عالم امروز از جانب رهبریت کشور معرفی گردیده
در اساس آن سیاست خارجی بسیار سمته با توازن و پرگماتیکی طرح‌ریزی شد. گسترش و تحکیم رابطه‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند با کشورهای گوناگون عالم راه اندازی گشت. به شرافت این سیاست، تاجیکستان موقع خود را در سیاست بین المللی مستحکم ساخته با نظرداشت منفعت‌های ملی توازن مناسبت‌ها و منفعت‌های خود را تأمین کرد. در این زمینه سند نو کنسپسیای نوی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را قبول نمودیم. در کنسپسیای نو پرینسیپ هایی که جمهوری تاجیکستان سیاست خارجی خود را عملی می سازد بیان گردیده، همزمان منفعت های ملی جمهوری تاجیکستان در ساحه سیاست خارجی در مرحله کنونی و آینده معین شدند. طوری در این سند اصولی تأکید کردیم، در مرحله امروزه تاریخی منفعت‌های ملی ما پیش از همه از حمایت و تحکیم استقلالیت دولتی تاجیکستان و تأمین امنیت ملی آن، ایجاد دیوار امنیت و حسن همجواری در طول مرزهای کشور، انکشاف و رشد مناسبت‌های به باوری اساس یافته، دوستی و همکاری با تمام کشورهای عالم در اساس منفعت‌های متقابله، فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استوار اقتصادی و تدریجاً بلند برداشتن سطح زندگی مردم، تأمین امنیت اقتصادی کشور، تأمین استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان، دستیاب شدن به امنیت آذوقه‌واری و از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن کشور، تأمین و حمایه حقوق و آزادی‌ها، اعتبار و منفعت‌های شهروندان تاجیکستان در داخل و خارج کشور، تقویت شناخت مثبت تاجیکستان در جهان به حیث دولت دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد، مساعدت به فعالیت سازنده و قانونی جمعیت‌های تاجیکان و هموطنان در کشورهای دیگر و غیره عبارت می باشند. تجربه راه اندازی سیاست خارجی بسیار سمته طی سالهای استقلالیت نشان داد که برای ماندن مناسبت‌های دوستانه و متقابلاً سودمند با کشورهای گوناگون عالم و قطب‌های سیاسی و اقتصادی جهان معاصر به تحکیم پایه‌های استقلالیت دولتی، رشد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری، تأمین امنیت ملی و کسب جایگاه شایسته در عرصه بین المللی مساعدت نمود. ادامه این سیاست که مناسبت نیک تاجیکستان را به همه ملت‌ها و کشورهای جهان، برقراری همکاری‌های متقابلاً سودمند آن را با همه شریکان منطقوی و بین المللی افاده می کند، در مرحله حساس سیاسی و امنیتی منطقه و جهان امروز نیز به منفعت‌های عالی دولتی و ملی جمهوری تاجیکستان جوابگو است. به نظر ما واقعیت دهه دوم سده 21 بیانگر آن است که رشد مناسبت‌های بین المللی همانا در دوره گذشته قرار داشته، نظام جهانی بسیار قطبی در حال تشکل می باشد. در پس منظر ژئوپلیتیکی جهان معاصر
دیگرگونی‌های عمیقی سیاسی و اقتصادی صورت گرفته باعث تغییرات مؤثر در نظام مناسبت‌های بین المللی می‌گردند. وسعت روزافزون روند جهانی شوی از مهمترین خصوصیت‌های زمان معاصر دانسته می‌شود. این روند در برابر مساعدت به مناسبت‌های نزدیک خلق و کشورها و تشکل نظام فراگیر روابط سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی میان آنها همزمان می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را از قبیل عمیق‌تر شدن فرق بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده، شدت گرفتن فشار به ارزش‌های ملی و فرهنگی خلق‌ها و غیره به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، زیر تأثیر بی‌واسطه روند جهانی شوی، مشکلات و تهدید و چالش‌های زمان معاصر نیز خصوصیت جهانی کسب کرده به عامل‌های نگران کننده جامعه انسانی تبدیل یافتند. سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان سیاست درهای گشاده، صلح‌خواهانه و بی‌غرض بوده. ضمن تطبیق آن کشورمان آماده است با همه دولت‌های دور و نزدیک رابطه‌های دوستانه و اعتراف منفعت‌های طرفین را در اساس احترام همدیگر، برابری و همکاری‌های متقابلاً سودمند گسترش دهد. آن سیاست شفاف و قابل پیشگویی بوده. از اصل اعتراف و پایبندی کشور به شرطنامه‌های بین دولتی و معیارهای اعتراف گردیده حقوق بین المللی برمی آید. این سیاست در حل مسئله‌های بحثناک از جمله مسائل سرحدی و آب و انرژیتیک به حل آسایشته آنها به واسطه مذاکرات و گفت و شنیدها، حسن تفاهم جانب‌های دخلدار و اعتراف اصول برابری و تقسیم ناپذیری امنیت در منطقه تکیه می کند. بنا به گسترش روندهای مهم ژئوپلیتیکی منطقوی و بین المللی و گلوبالیزاسیونی جهان معاصر، جمهوری تاجیکستان رعایت توازن بین روند جهانی شوی و منفعت‌های ملی هر یک کشور، احترام صاحب اختیاری و استقلال هر یک دولت، فراهم ساختن امکانیت‌های برابر، نظام امنیتی فراگیر و مقام سزاوار همه کشورها و خلقها را صرف نظر از اقتدار، نقش و مرتبه آنها در تقسیمات ژئوپلیتیکی نیروها به حیث اساسی ترین و مهمترین معیارهای حیات یگانه بین المللی در عمل می شناسد و اطمینان دارد که جهانی شوی و منفعت‌های ملی کشورها باید یکدیگر را پررو و کامل سازند و کفیل با اعتمادی رشد استوار مناسبت‌های بین المللی باشند. در سیاست خارجی بسیار سمته ما به رشد همکاری‌ها در منطقه اهمیت اولین درجه می‌دهیم. هدف‌ها و وظیفه‌های مشترک در منطقه کشورها را وادار می‌سازند که با استفاده از ظرفیت‌های هر یک کشوری منطقه برنامه‌ها و استراتژی‌های مشترک را در سمت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کارکرد نموده با نظر داشت منفعت‌های کشورهای همسایه سیاستی سازنده و استوار را پیشه نمایند. عمومیت هدفها و وظیفه‌هایی که
در نزد دولت‌های منطقه قرار دارند، ضرورت رشد و گسترش مناسبت‌ها را با کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بر پایه اعتماد، دوستی و همکاری سودمند تقاضا می‌کند. ما همکاری و همگرایی وسیع و گسترده منطقوی را وسیله مهمترین حل مسئله‌های اقتصادی، اجتماعی، حفظ محیط زیست و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می‌دانیم. گسترش همکاری‌ها با جمهوری‌های اوکراین، بلاروس، مولداوا، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان یکی از وظیفه‌های مهم سیاست خارجی ما میباشد. رشد و پیشرفت باثبات و استوار این کشورها از آغاز 1000 ساله نو برای رسیدن به این هدف شرایط ضروری را فراهم آورده است. در دوران استقلالیت دولتی، همکاری‌های نزدیک با کشورهای دوستی چون جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری هندوستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان نیز اساساً همچون افضلیت سیاست خارجی در سمت همکاری‌های منطقوی پیش برده می‌شود. ما رشد رابطه‌های متقابلاً سودمند با این دولت‌ها را نیز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود در این سمت می‌شماریم. در این میان خصوصاً رابطه ما با جمهوری اسلامی افغانستان اهمیتی فوق العاده داشته تمامی سمت‌های همکاری را در بر می‌گیرد. ما جانبداری هرچه زودتر برقرار گردیدن صلح پایدار در جمهوری اسلامی افغانستان بوده، آرامی، امنیت و ثبات سیاسی این کشوری همجوار را جوابگوی منفعت‌های ملی خود می‌دانیم. ما در حل همه‌جانبه قضیه افغانستان و احیای اقتصادی آن در مرحله گذریش پشتیبانی می‌کنیم و گسترش همکاری‌های گوناگون ساحه‌ای متقابلاً سودمند با این کشوری دوست و همسایه بر مبنای مشترکات تاریخی، زبانی و فرهنگی میان دو خلق را محک اساسی سیاست خارجی خود می حسابیم. گسترش و تحکیم شریکی استراتژی در تمام ساحه‌های سیاسی و اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با فدراسیون روسیه برای ما همچون یکی از اولویت‌های سیاست خارجی به حساب می رود. گسترش این رابطه‌ها در اساس برابری و همکاری متقابلاً سودمند در بخش‌های سیاسی، حربی و تکنیکی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه گذاری، مهاجرت مهنتی، فرهنگی و اطلاعاتی، علم و معارف و سمت‌های دیگر جوابگوی منفعت‌های ملی ما بوده، عامل مهمی تأمین صلح و ثبات منطقوی به حساب می رود. در دوران استقلالیت دولتی، همکاری‌ها با جمهوری مردمی چین نیز در تأمین منفعت‌های ملی جمهوری تاجیکستان اهمیت جدی داشته، همچون یکی از سمت‌های مهمترین سیاست خارجی تاجیکستان رو به انکشاف می باشد. چین از آغاز استقلالیت دولتی تا امروز با جمهوری تاجیکستان رابطه‌های جدی همه‌جانبه داشته. حالا این مناسبت‌ها به سطح شریکی استراتژی برداشته شدند. در رابطه با جمهوری ازبکستان مهم و ضرور بودن مناسبت‌های برابر،
متقابلا سودمند، بی‌غرض و استوار عامل‌های معین کننده به حساب می‌روند. جمهوری تاجیکستان سیاستش را با این کشوری همسایه همیشه در اساس احترام متقابل، همکاری سازنده و خیرخواهی پیش خواهد برد. مسئله های وسعت دادن روند اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان و تدریجاً وارد شدن اقتصاد ملی به نظام روابط اقتصادی جهانی بیش از پیش تقویت دادن مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای مترقی جهان طلب می‌کند. استفاده تجربه آن کشورها در اقتصاد، حیات اجتماعی و سیاسی، علم و تکنیک، فرهنگ، فناوری حاضر زمان برای رشد سیاسی و اقتصادی من بعد جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد نمود. ما با نظر داشت نفوذ و نقش بزرگ ایالات متحده امریکا در سیاست و اقتصاد جهانی من بعد نیز سعی و کوشش می کنیم که با این دولت رابطه های گوناگون جنبه را در اساس تطبیق منفعت های متقابلا سودمند انکشاف و رشد دهیم و خصوصیت شریکی آنها را نگاه داریم. بنا به پیشرفت نظررس و افزایش نقش و اعتبار بین المللی کشورهای امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی مانند کانادا، جمهوری کوبا، ایالات متحده مکزیک، جمهوری برزیلیا و جمهوری آرژانتین، بهره برداری از همکاری‌های ثمره‌بخش با آنها جوابگوی منفعت‌های ملی ما می باشد. از آغاز عصر 21 در مناسبت‌های تاجیکستان و اتحاد اروپا تغییرات کلی مثبت به وقوع پیوست و این تمایل سال از سال تقویت می‌یابد. ما اتحاد اروپا را که به پیشرفت بخش‌های افضلیتناک اقتصاد ملی مساعدت می‌نماید، یکی از همکاران مهم اقتصادی خود می‌شماریم و من بعد نیز تلاش خواهیم کرد که با این اتحاد با نفوذ بین دولتی همکاری‌های دراز مدتی استوار را در اساس اصول سودمندی متقابل رشد و گسترش دهیم. این همکاری در مجموع نهادهای گوناگون اروپا از جمله پارلمان اروپا، شورای اروپا، بانک سرمایه گذاری اروپا و سازمان و ساختارهای دیگر را در بر خواهد گرفت. در برابر این گسترش و تقویت همکاری‌های گوناگون جنبه دو جانبه با کشورهای گوناگون اروپایی از جمله جمهوری فدراتیوی آلمان، شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی، جمهوری فرانسه، جمهوری ایتالیا، شاهیگری اسپانیا، کنفدراسیون شویتزاریا، شاهیگری بلژیم، جمهوری استریا، جمهوری چخیا، جمهوری لهستان، پولشا، کشورهای ساحل بالتیک برای ما مقام اولین درجه دارد. شما گفتاری 20 را از روی اثر افقای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.